سلام گلای تو خونه. امروز اومدیم بیرون یه جای قشنگ رو نشونتون بدیم. همونجوری که می‌بینید همه جا سبز، هوا امروز هم ابری. واقعا عالیه. اینجایی که ما هستیم در واقع شهر ماریبوره. شهر ماریبور دومین شهر بزرگ اسلوونیه که تو فاصله 125 کیلومتری مرکز اسلوونیا یعنی لوبلیانا قرار داره. یکی از مزیت‌های این شهر اینه که مردم این شهر اینجا رو به عنوان دومین شهر آفتابی کشور اسلوونی میدونن. یعنی اینجا خیلی اوقات هوا آفتابی و واقعا دلنشینه. یه چیز دیگه که واقعا منحصر به فرد کرده این شهر رو اینه که این شهر داخل کوهپایه‌های آلپ قرار گرفته. یعنی چی؟ شما وقتی به سمت کوههای آلپ میرید اونجا در واقع طبیعت و کوهها خشک هستن به واسطه هوای سردی که اونجا حاکمه. اما وقتی به سمت کوهپایه‌های آلپ میرید به خاطر که ارتفاع پایین‌تره همه جا رو در واقع سبزه و درخت و علف و طبیعت فرا گرفته. حالا ما این مسیر رو راه میریم به شما نشون میدیم که اینجا چقدر قشنگه. یعنی اون بهشتی که توی کتاب‌های مختلف ازش حرف میزنن اون بهشت رو ما میتونیم اینجا روی کره زمین پیدا بکنیم. بریم نشونتون بدیم. بهترین جا برای پیاده روی و دوچرخه سواریه. هوا هم عالیه، هم گرمه هم یه باد خنکی می‌وزه، آدم عشق می‌کنه. مجسمه که اینجاست ساخته دست معمار معروف ماریبوره. اما خدایی خیلی بزرگه. جالبه چشاشون بسته است و فقط رو شاید نشون دهنده یک غرور و تکبر باشه. حالا ما هنرشناس نیستیم اما خب خیلی لوکیشن جالبی داره آزیتا. اگر از همینجا تو برگردی دوربینا و پشت سر رو نشون میدی بدین قشنگ مشخصه که چقدر لوکیشن زیبایی داره. یکم پایینتر یه جایی هست به نام کالواریا که 1000 تا پله داره تا بخوره به اون کلیسای یا چپله که روی نوک این تپه قرار گرفته. خیلی قشنگه. جالبه که کنار همشون هم یه تیکه درخت و بوته داشتن. بچه این درخت گردوه. اینجا همیشه درخت گردو، آلبالو، گیلاس یا هر چیزی که هست و هیچ وقت نمیچینن. این دوتانه پر از گردوه. هیچ وقت نمیچینن. نمیدونم حالا فلسفه‌شون چیه. توی یونان اینجوری بود که میگفتن این میوه‌ها، گردوها یا هر درختی که ثمر میده برای عیساست، یعنی تقدیم شده به اونه، نباید دست بزنیم و نباید بچینیم. اینا که هنوز نرسیده بگم اون میچینیم. خب اینم که میبینید میوه عجیب غریب شبیه دراگون فروت که مال این درخت است. من تا حالا ندیدم این کارایی داشته باشه این میوه یا خوراکی باشه.
برعکس شنیدم که سمی هم از ما که اتفاقی برامون پیش نیاد. فقط چیزی که جالبه اینه که ما ایرانی‌ها از هر چیز سمی یا میوه به درد نخور داروی ضد فشار خون و این چیزا درست میکنیم. من شنیدم اینم خارخاری هم هستن. آره اینم شنیدم که چرا حالا دو تا شبیه هم کناره؟ چرا دو تا؟ خب میوهش دو تاست دیگه، مثل گیلاسه. اما خب شنیدم که از این مردم محلی اینجا میگن که با در واقع این میوه میشه داروی فشار خون درست کنه. ما نمیدونم مثل ایرانی‌ها میذارن توی کفششون چیکار میکنن دیگه نمیدونم. فشار خون ندارم، برام مهم نیست. امیدوارم که هیچ وقت هم نداشته باشی. خیلی جالبه. این هر درختی که رد میشی یه میوه خاصی توش داره. یکیش گردوه، یکیش آلبالوه، یکیش این گیاهی که نشونتون دادیم، میوه‌ای که خارخاری بود. ولی خب هیچ کس به اینا دست نمیزنه. میگم خیلی جالبه. فقط ایرانی‌ها دست میزنن. فقط ایرانی‌ها دست. فقط ما. جالبه این کوه اینجاست. الان بهتون نشون میدن. به این میگن پخوریه. پخوریه یک کوهیه که حالا یه پیست اسکی خیلی خیلی معروف داره. الان از اینجا رد بشیم قشنگ مشخصه. ببینید این راه رو میبینید باریکه، یکیش اینه، یکیش هم اون یکیه، میبینید یکیش هم اونه. حالا یه بار ما یه ولاگ میذاریم میریم بالا بهتون نشون میدیم. از اون بالا خیلی همه چیز قشنگه و این پیست اسکی خیلی معروفه. از همه جای اروپا وقتی مسابقات اسکی دارن توی زمستون میان اینجا. پیست اسکی خیلی تمیز و خوبی داره. عالیه عالی. و از اون بالا همه ماریبور زیر پاته. بچه اون سوراخه رو نگاه کنید، جا وارد جنگل میشه فکر کنم از اینجا. بعد چیزی هم که هست اون پوخوریه که نشونتون دادم خرس خیلی زیاد داره، پر از خرسه. وای بچه ها من داشتم همینجوری فیلم میگرفتم اینجوری خرسی اومد بیرون. او مای گاد اینا خرس. چرا خرسش سفیده؟ خرس قطبیه. چقدر سبز و قشنگه. و بچه من اینجا رو یه بار اومدم، یعنی همین الان دیدم خیلی خوشگله، گفتم یه بار دیگه فیلم بگیرم شما هم ببینید. از این سرباله میایم بالا. اینجا پیست اسب سواریه. چقدر قشنگه. چیزی هم که جالبه اینجا یه کافه بار یا رستورانه، حالا نمیدونم، ولی اسبم دارن. فکر کن ببین یه نفرم داخل اونجا داره اسب سواری میکنه. بذار نشونتون بدم، خیلی دوره. یکی از آرزوهای من اینه که یاد بگیرم اسب سواری کنم. خیلی دلم میخواد. چقدر آروم و ساکت. سبز نصفه رو ببین. خوخی موهاشم کوتاه کردن شبیه طول سگ شده. خیلی اینجا خوشگله. کنار پیست اسب‌سواری میان اینجا قهوه میخورن، نوشیدنیشون رو میخورن، حال میکنن. بچه چیزی که الان متوجه شدم اینجا پر از پلیسه. اینا میان اینجا، اون پلیسایی که اسب سواری میکنن میان اینجا تمرین میکنن. و پلیسای اسب سوار یه چیز نیستن، اسبای معمولی نیستن. اسباشون قدشون خیلی بلندتره. ببینید الان اون یکی رو الان نشونتون دادم با اون یکی که قدش کوچولو بود، کوتاه بود، خیلی فرق میکنه. با اینا هم جابجاشون میکنن. وای خیلی نازن. البته من اسب سیاه دوست دارم. من اسب سیاه دوست دارم با قد بلند.
وای کوکولی موزه جان